توی دهه 1990 کانتیننتال ایرلاین در آستانه ورشکستگی تصمیم میگیره 30 میلیون دلار روی BI سرمایه گذاری کنه. نتیجه کارش باور نکردنی بود. 500 میلیون دلار بازگشت سرمایه توی 6 سال. این آمار فقط مربوط به این شرکت نیست. وسترن دیجیتال تولید کننده هارد دیسک که سالیانه 3 میلیارد دلار فروش داشته و با استفاده از BI تونسته 50% هزینه هاش رو کمتر کنه. نمونه های مشابه دیگه زیادن. شرکت هایی مثل استارباکس، CompUSA، گوگل و غیره. اما واقعاً BI برای شرکت ها چی کار میکنه؟ در یک کلام BI داده های شرکت شما رو مدیریت میکنه. شما منابع زیادی توی شرکتتون دارید، مثل منابع مالی، نیروی انسانی که حتما بهشون توجه دارید و بهشون فکر میکنید. اما یه منبع دیگه هم دارید که مثل یه کوه یخه. خیلی وقتا فقط یه بخش کوچیکیشو میبینید. در واقع شرکت ها متوسط فقط از 20% داده هاشون استفاده میکنن. یعنی 80% داده ها نادیده گرفته میشن. کار نمودار بررسی همین داده هاست. ما با تکنولوژی ها و روش های روز دنیا با یه تیم جوان، توانمند و دقیق در خدمت شما هستیم. ما داده های پراکنده‌تون رو جمع میکنیم. داده های خام شرکتتون رو تحلیل میکنیم. بهتون این امکان رو میدیم که میزان بهره‌وری واحدها رو توی شرکتتون ببینید و بررسی کنید. شاخص‌های کلیدی یا KPI شرکتتون رو استخراج میکنیم. ما بهتون میگیم چقدر فروش از دست رفته دارید و در کل بهتون کمک میکنیم که روی کسب و کارتون کامل مسلط بشید. درباره نیروی انسانیتون، فروشتون و مشتری‌ها اطلاعات دقیق و طبقه بندی شده داشته باشید تا هر وقت خواستید برید سراغشون و ازشون استفاده کنید. وقتی نمودار رو برای رسیدن به بازدهی بالاتر انتخاب کردید، دیگه خیالتون راحت باشه. ما تجربه کار اجرایی با شرکت‌های بزرگ ایران و جهان رو داریم و روش ما امتحان خودش رو توی شرکت‌های دنیا پس داده. برای اینکه اطلاعات بیشتری به دست بیارید و وضعیت دیتای سازمانتون رو بررسی کنید، میتونید با ما تماس بگیرید.